دوستان عزیز ببینین الان این کرم از سر شاخه ورود کرده است، اومده است حدودی 70 سانت اومده است داخلی شاخه درخت و من اینجا قطعش کردم و سم زدم تا بمیره، چون اینا اگر ریخته شد و سوزونده نشد تخم دارن و دوباره این تخما اول حشره میشه، بعد این حشره میاد نچسبه به درختا و به این صورت به کرم تبدیل میشه. برای جلوگیری از این کار باید اواخر فروردین، خرداد و مرداد در 3 نوبت سمپاشی شد که به درخت آسیب نرسد.